بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. دوستان عزیز، در درس 11 ما شما اسم العزیز الله سبحانه و تعالی را خواندیم و نوبت میرسه به این که ببینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم اسم العزیز الله سبحانه و تعالی را چه قسم بر ما شما معرفی میکنه. اول رسول الله صلی الله علیه و سلم این قسم معرفی میکنه که العزیز ذات غالب و عزتمند است که به عزتش سوگند میشه. عن امام حاکم نیشاپوری به کتابش به نام المستدرک علی الصحیحین روایت میکنه عن ابی سعید رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب تبارك وتعالى وعزتي وجلالي لا أزل أغفر لهم ما استغفروني. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه تعلیق الذهبی فی التلخیص. این حدیث صحیح است. امام ذهبی هم یه حدیث صحیح گفته است. ابی سعید خدری رضی الله عنه میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که ان الشیطان قال، میگه شیطان گفت و عزتک، قسم است به عزت تو. شیطان خوب میفهمید، لکن شیطان با وجود از اینکه الله را مشناخت ولی نافرمانی کرد. مغضوب و ملعون همین قسم می باشه که علم می داشته باشه، لکن سبحان الله توفیق ایمان از او گرفته میشه. الله متعال ما و شما را استقامت و توفیق در ایمان نصیب بکنه و استقامت در ایمان نصیب بکنه. ان الشیطان قال، میگه شیطان گفت که و عزتک یا رب، قسم است به عزت ای رب، لا ابرح اغوی عبادک، گفت من همیشه دوامدار، اما مازاله و مابرحه که ما شما در نحو خواندیم به معنای همیشه هست، یعنی لا ابرح یعنی همیشه من کوشش میکنم که اغوا بکنم، گمراه بکنم عبادک، بنده هایت را، مادامت ارواحهم فی اجسادهم، تا زمانی که روحشان در جسدشان است. لا اله الا الله. چقدر خبیث است شیطان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. میگه شیطان قسم خورده که تا وقتی که این بنده زنده هست من کوشش میکنم که این من گمراه بسازم. یعنی ما و شما بسیار در فتنه هستیم، الله از فتنه ها خلاص بکنه و شیطان هم در کمین است و اینه گفته و الله سبحانه و تعالی بیان میکنه. فقال رسول الله صلی الله علیه و میگه فقال الرب تبارک و تعالی، میگه رب العالمین سبحانه و تعالی گفت و عزتی و جلالی، و من قسم یاد میکنم، الله قسم یاد میکنه به عزت خود و به جلال و عظمت خود که لا ازل اغفر لهم، یعنی من تو به مو اندازی که تو کوشش میکنی که اغوا و گمراه بکنی، ما اونا را مغفرت میکنم، مستغفرونی، تا زمانی کنم مغفرت بخوایم. قدر تو کوشش کنی گمراهش کنی، اگر از پیشش لغزش شد، اشتباه شد، استغفار کرد، پس مورد مغفرت میکنم. این رحمت ذات ذوالجلال است. نستغفر الله و نتوب الیه. استغفر الله و نتوب الیه. دوم رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که العزیز ذات غالب و عزتمند است که عزت و غلبه مثل پاجامه برش است، مثل پاجامه برش است. و اگر کسی در این مسئله منازعه بکنه و مخالفت بکنه و بخواه که
اما قسم خدا نشان بده که من با عزت هستم، تکبر بکنه، او مخلوق الله متعال ذلیل میسازه. امام مسلم رحمه الله در صحیح مسلم روایت میکنه، میگه که عن ابی سعید الخدری و ابی هریره رضی الله عنهما، میگه ابی سعید الخدری و ابو هریره رضی الله عنهما گفتن قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود العز ازاره، عزت پاجامیش است، و الکبریاء رداؤه، و کبریا ردا یا قدیفهش است. انال پاجامه و قدیفه که معنایش میفهمیم، لکن اینجا چون به الله نسبت داده شده، به او شکل که به جلال و عظمت الله شایسته است. البته غیب است، ما نمیفهمیم. الله عز ازاره و الکبریاء رداؤه فمن ینازعنی عذبته. هر کسی که، یعنی الله سبحانه و تعالی میگه که اگر کسی در این منازعه بکنه، یعنی این دو صفتی که شایسته الله هست و برای مخلوق نباید مخلوق در او خود مشابه با خالق بسازه و خود منازعه با خالق بکنه، مثل که فرعون تکبر میکرد و مثلا هامان و نمرود و ابو جهل اینا. اینجا است که الله متعال میگه عذبته، کسی که منازعه بکنه او را عذاب میکنه. علامه یحیی ابن السلام قیروانی میگه که العزیز الذی ذلت له الخلائق، عزیز ذاتی هست که مخلوقات بر از او ذلیل شده و تسلیم شده. پس الله سبحانه و تعالی ذات عزیز و غالب هست که با عزت و جمال و جلال از او سوگند یاد میشه، و الله سبحانه و تعالی ذات با عظمت است که تمامی مخلوقات در مقابل از او چی هستن؟ ذلیل هستن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.